من تنها یک رود نیستم، من پیکری از رودها و چشمه های فراوانم، با اقیانوسی از دیده ها و شنیده ها. من دریایی از خاطرات و تاریخم. من بشارم، رود بشار. رشته آب‌های کوهستان دنا تمامی ندارد. هر چه پیشتر می‌روم، دوان دوان خود را به من می‌رسانند تا خانواده رودهای بوی رحمت پر آبتر به کارون بزرگ بپیوندند. من از کوهستان‌ها و دشت‌های سررود گذر کرده و به سوی نواحی میان رود رهسپارم. وارد تنگه های دیگری شده‌ام. این دره را تنگ اسپهری می نامند. برخی اهالی این ناحیه اینجا در میان شکاف این کوه به وجود از ما بهتران و اجنه باور دارند، اما من چیزی ندیدم. آن سوتر صدای کودکانی را می شنوم. از دور چادرهایی پیداست. کسی انتظار عشایری را در اینجا ندارد. پس اینها که هستند؟ این کودکان ذوق زده آنها را می شناسند. اینها کولی‌ها یا به قول محلی‌ها غربت‌هایی هستند که گهگاه در مسیرم می بینم. زندگی آنها نیز همچون من سیال است. هرگاه قایقی، زورقی بر من سوار شده و روان شود، برای این کودکان تازگی دارد. ذوق زده لحظاتی همراه می شود. آخر کم پیش می آید که گذرنده‌ای سوار بر دوشم بگذرد. پارو نزن تو، از دستت میفته، از دستت میفته. خوب ما چیه؟ خیلی ممنونم. لخت شما خدا. لخت شما خداحافظ. خداحافظ. حال خودم نه خوب برو.
سر این پیچ از زیر پل جاده یاسوج به اصفهان به بالادست جاده می روم که مسیر مساعدتری دارد. پیش از رسیدن دوباره هم به جاده یاسوج به اصفهان از کنار بقایای ناچیز یک قلعه تاریخی می گذرم. قلعه است در ارتفاع که آن را پیشور می خواندند. اکنون از این قلعه چیزی جز سنگ پاره‌های پراکنده باقی نمانده است. جستجوگران گنج و زیرخاکی به شیوه خاص خود این قلعه را شخم زدند. بارها در مسیر خود دیدم که آنها برای سهولت کار خود از مواد منفجره استفاده می کنند. قلعه پیشور زمانی که قامتش فرو نریخته بود، از یک سو مرا زیر پای خود داشت و از سوی چشم در چشم دنای سترگ دوخته بود. با گذر از قلعه پیشور دوباره به جاده می رسم. اکنون مسیر بازی پیش رویم است. می توانم تن خود را در پهنای آن بگسترانم و خستگی و گرفتگی عضلاتم را رفع کنم. همچون ماری پرپیچ و تاب جلوتر که می روم به رودهای کره و دیهاشم می رسم. این رشته آبها از دامنه های دنا در سوی غرب شهر سیسخت خود را به من می رسانند. دیهاشم راه زیبایی برای خود ساخته است. سرچشمه این رود چشمه‌های تنگ بنرو و آبشارهای کپیری و سیلاری است که از ذوب برف‌های قلل مرکزی دنا جان می‌گیرند. این رودها دیده‌ها و شنیده‌هایشان را با من در میان می‌گذارند. آنها پیش از رسیدن به من از کنار یک سکونتگاه کهن بشری می‌گذرند. در بلندای کوهستانی به نام کهزاد بقایای قلعه‌ای سترگ و کهن بجاست. به خاطر ارتفاع حدود 2000 متری کوهستان و موقعیت استراتژیکی خاص قلعه امکان دیدن آن از سطح زمین وجود ندارد. دستیابی به این قلعه بسیار دشوار بوده و از مسیرهای صعب العبور میسر است. قرن هاست که قلعه زیر نگاه دناست. این قلعه دو نام دارد. قلعه کره به خاطر نزدیکی به روستای کره و قلعه کک کهزاد که نام یکی از سران و نامداران قومی این ناحیه است. من به خوبی می‌دانم که شاهنامه در باورها و دلهای مردم این سرزمین چه جایگاه شگرفی داشته است. آنها این قلعه را سکونتگاه کهزاد پهلوان و از هماوردان رستم شاهنامه می‌دانند. اما آنچه رودهای نزدیک قلعه درباره واقعیت این سکونتگاه مرتفع برایم گفتند این است که قلعه قدمتی باستانی داشته و عمر آن به عهد ساسانی برمیگردد. قلعه در دوره‌های بعد به ویژه در دوره اسماعیلیه نیز مورد استفاده بوده است. قلعه مساحتی حدود 20 هکتار را به خود اختصاص می‌داده، اما امروزه آثار زیادی از آن به جای نمانده است. دور تا دور قلعه دیواری به ارتفاع حدود 3 متر کشیده شده است.
این قلعه دارای 4 دروازه بوده که اکنون دیواره‌هایی از برخی از آنها سرپاست. دروازه اصلی در شمال شرق قلعه واقع شده و به دروازه تنگ کره معروف است. بقایای این دروازه حاکی از وجود یک ورودی به ارتفاع حدود 2 متر و عرض 1.5 متر است. این دروازه روی به رودخانه و تنگ کره داشته و از دامنه‌ای دره مانند و شیبدار به پایین دست راه دارد. در این مسیر بقایای کوره‌های شیره‌پزی و آسیاب‌های آبی وجود داشت که در آن زمان مورد استفاده بوده است. اما اکنون چیزی از آنها باقی نمانده و بومی و غیر بومی در رویای یافتن گنج آنها را زیر و رو و محو کرده. دروازه دیگر در جنوب غربی قلعه قرار داشته که آوچری خوانده میشد. آوچری به معنای راه پیاده رویی است که به آب میرسد. چشمه‌ای در این بخش از این سکونتگاه قرار داشته که منبع اصلی آب قلعه بوده است. دروازه بعدی در جنوب شرقی قلعه واقع است که نام آن برج کدبونی به معنای برج دیدبانی است. ارتفاع این برج در قسمت باقی مانده آن 3 متر و ابعاد آن حدود 3.5 در 3.5 متر است. ناری قلعه یا قلعه انار نام دروازه دیگری است که در حد فاصل دروازه اصلی و دروازه جنوب شرقی قرار داشته و منزلگاه اصلی کک‌کهزاد بوده است. در دیواره دروازه اصلی سوراخ‌هایی وجود دارد که چوب‌های محکم را درون آنها قرار می‌دادند که حکم پشتبند دروازه را داشته است. سوراخ‌های دیگری در برخی نقاط دیوارهای دور تا دور قلعه دیده می‌شود که نشان از وجود بناهای کوچک و یا دیدبانی دارند. مصالح به کار رفته در ساخت قلعه کک‌کهزاد، سنگ‌های ریز و درشت به همراه ملات گچ است. در قسمت جنوب شرقی قلعه، بقایای راه‌های مخفی و تیرکش‌هایی دیده می‌شود که در مواقع دفاع مورد استفاده بودند. در قسمت شمال شرقی قلعه، بخشی گود و چالمانند وجود دارد که آن را گالگه می‌خوانند. گالگه به جایی گفته می شود که در آن علف نمی روید. محلی ها بر این باورند که روزی کک‌کهزاد با رستم درگیر شد و رستم او را در این قسمت به زمین زده و کشته است. به خاطر همین است که در این قسمت علف رشد نمی کند. رود دی هاشم از کنار روستای کره می‌گذرد. مردم روستا عموماً از طایفه رئیس هستند که در قدیم الایام در این سامان اسکان داشتند. مکانی مقدس در اینجا وجود دارد که آن را امامزاده بیبی زهرا خاتون می‌خوانند. او یکی از اعقاب امام هفتم شیعیان است. خدمت بنای قدیم امامزاده با توجه به سبک معماری در ضلع شرقی آن حکایت از یک شهر تاریخی دارد که به دوره قبل از صفویان مربوط می شود. آشنا و غریبه از دور و نزدیک برای زیارت این امامزاده می آیند.
رود دی هاشم در مسیر خود چند مزرعه پرورش قزل‌آلای رنگین کمان را سیراب می کند. اهالی به او کمک می کنند تا راهش را به استخرهای ماهی باز کند. رود پس از آن شالیزارهای مسیر پایین دست را از تشنگی درآورده نهایتاً در من ناپدید می شود. بعد از مدتی راه سپاری به سرتنگ می رسم که مقدمه ورود به تنگی در این ناحیه است و نیز نام روستایی در جنوب ایل راهمن. جلوتر رشته آبی از سمت جنوب به من می رسد. نامش شبلیز است و از سیاه کوه می آید. او پس از خروج از تنگ برا دست به دستم می دهد. در همین نقطه است که به بقایای دیگری از گذشتگان می رسم. گورستان لما. لما نام روستایی در جوار این گورستان است. لما در پای این کوهستان جای گرفته است. کوهستانی موسوم به چال شاهین. چون این ناحیه حالتی گود دارد، بدین نام شهره است. از سوی دیگر، اهالی بر این باورند که در گذشته در این مکان شاهان میزیستند و این نام از آن موضوع برمی آید. مردگان گورستان لما در زمانی کهن چشم به من و این دره داشتند، اما خاک زمان آنها را در خود فرو کشید. تا چند سال پیش گورهای لما زیر خاک پنهان بود و در جریان جاده سازی بود که این گورها پس از سالیان پرشمار سر از خاک به در آوردند. این گورها خاطرات مردمانی را که روزگاری در این ناحیه میزیستند برایم بیدار کرد. اما زمان زیادی از آن روزگار می‌گذرد و گذشت زمان بسیاری از خاطرات را از ذهنم زدوده است. در این ناحیه مکانی به نام کهونه وجود دارد که بر اساس باورهای همان مردم محل زندگی کسانی بوده که در زمان رزم با تیر و کمان و اسب می جنگیدند. محلی نیز با نام برد آقایی به معنی سنگ بزرگ وجود دارد که از دید اهالی نام طایفه‌ای بوده که در آن میزیستند. اما آنچه من به یاد میآورم مربوط به مردمانی است که حدود 3500 سال پیش، یعنی در دوره ایلامی، در این ناحیه سکونت داشتند. گورخفتگان گورستان لما در حوزه تمدنی ایلام قرار داشتند و تمدن ایلام یکی از تمدن‌های درخشان در هزاره‌های سوم و دوم پیش از میلاد بود. تمدنی که با تمدن‌های همزمان و همسایه‌های خود همچون آکاد، بابل و آشور بدوبستان داشت. دوره‌های گوناگونی بر این ناحیه گذشت و مردمانی گوناگون در آن خانه کردند. چند گونگی معماری این گورها خود اشارتی بر این نکته است. بقایای این گورها 4 گونه معماری را نشان می‌دهد. گورهای با پوشش خرپشته‌ای، گورهای با پوشش مسطح، گورهای با پوشش ترکیبی و گورهای بیضی شکل. شکل بیشتر آنها مستطیلی است.
در حفاری از این گورها اشیاء متعددی کشف شد که به طور کلی شامل اشیاء سفالی، مفرقی، سنگی و آهنی بودند. تاکنون با کاوش‌هایی که در این گورستان انجام شده، 53 گور شناسایی و مشخص گردیده است. دیواره برخی از این گورها از قلب سنگ‌هایی ساخته شده که من در بستر سنگی خود آنها را بار می‌آورم. گورهای دیگر یا از تخت سنگ‌های مستحکم کوهستان یا از ترکیب قلب سنگ و تخت سنگ ساخته شده‌اند. اکنون گورهای خالی جز نشانه ای از مردمانی کهن نیستند. مرده‌ای در گورها نیست. جای آنها را زباله‌ها پر کرده‌اند. بسیاری از وجود این جایگاه باستانی بیخبرند. گویی مقدر است اسم آن نیز از تابلوها پاک شود تا گذرندگان به وجود آنها پی نبرند. راه هم به غرب ادامه می‌یابد. هنوز کوهستان‌های بسیاری را پیش رو دارم. مقصد بعدی من پاتاوه است. از روزگاران کهن در نزدیکی پاتاوه و روستای دیشیخ غاری بزرگ در کوهستان آرمیده بود. انسان‌ها از وجود آن بیخبر بودند. اما همین اواخر یکی از بومیان آن را کشف کرد و خبر پیدا شدن آن همه جا پیچید. این غار در کوهستان مازبایار خانه دارد. ورودی غار بسیار باریک است و در میان لاشه سنگ‌ها و دیواره صخره‌ای کوه گم است. با گذر از تونل ورودی کوتاه قد غار میتوان به محوطه‌ای تالار مانند و فراخ وارد شد. باور چنین فضایی در دل کوه، آن هم در چنین ارتفاعی دشوار است. این فضاها را زمانی آب فرا گرفته بود. هزاران سال پیش که آب از دل این کوه کوچ کرد، خانه‌ای به این بزرگی را به جا گذاشت. درون این خانه اشکال زیبا و حیرت‌آوری از رسوبات ایجاد شده است. اشکالی که کار دست آب است. آب برف و باران از سطح کوه و از طریق درزهای موجود در سنگ‌ها به داخل غارها راه می‌یابد و قطره قطره آهک را بر جدارها و سقف غار می‌نشاند. در سقف غار چکنده‌های فراوانی وجود دارد که اشکال آهکی مخروطی و لوله‌ای کوچک و بزرگ را ساخته‌اند. در کف غار نیز رسوبات ناشی از چکیده‌ها بر هم آمده و تا سقف قد کشیده‌اند. اگر کسی نخستین بار به این محیط وارد شود،
شاید اشکالی شبیه انسان، حیوان و حتی پیکره‌های خیالی همچون دیو و اجنه را مشاهده کنید. در اینجا رویایی از شهر موجودات خیالی سراغ بیننده می آید. قطرات آب در گذر سالها بیکار ننشسته و به خلق این شهر و اشکال حیرت آورش مشغول بودند. وجود برخی چکیده‌های بزرگ که اکنون به ستون‌های عظیم تبدیل شده است، ورودی یک زیستگاه انسانی و ساختمانی بزرگ را به ذهن می‌آورد. هرچه این اشکال بزرگتر باشد، حکایت از عمری طولانی‌تر و تا چندین هزار سال دارد. در برخی قسمت‌های غار رگه‌هایی از آب جاری دیده می‌شود که در گودال‌های کوچک جمع می‌شود. تونل‌های متعددی در درون غار وجود دارد که گویی انتهایی ندارند. در کف برخی تونل‌ها استخوان‌هایی دیده می‌شود که در میان سنگچینی‌های کوچک و دایره مانند افتاده‌اند. اینها بقایای شکارهایی هستند که جانوران درنده آنها را به درون این شهر تاریک آورده و خورده‌اند. بعد از پیدا شدن این غار، افراد زیادی با انگیزه‌های مختلف روی بدان آورده به دید و بازدید یا کنکاش می‌پردازند. از غار که بیرون بیایی، پاتاوه را و شاید بتوانی مرا در دوردست ببینی.